Rahim Production. خلاجون بزنید به من تایق میگیم دست بگی بچم دست اگر اینجا تیاری دست بگی تیار باشین شید جبه بچم من خونه ده مشته مخی خلاجون هوا بهار پگوده نغزه سبز فون تلویزیون دا نغز بیا همین تلویزیون دا چیزی سبز خوبه بیا خلاجون من یوردم دست بگی بچه جو دست خلاجون خیلی یوردم بگم چی بود دست همه خواهم همین مصطفی رحمتی مصطفی رشکنی بود بچم رشکنی بود خب مالی خلاجون همین شما دا چی خیلی معقول بچه ما اگر اینجا جا تر کردی وقت نه کامera امسمو عیسی نه ما کامera را عیت طرفونه ها کادر چیله نغزه اگر این کی بچه کامera تصویر کنه خلاجون ما انم جرده بشینه او عید در خلاجون گوش که خلاجون حاضر ما سوال میتیم خود جواب میتی سوال جواب میشه برای تلویزیون بچم ما چیگاه میزنم چیگاه میزنه او قاقی نیست خلاجونی ما انا ما یکم امی روزگاری شما سوال جواب میکنیم شما امی جوابای ما را وای کن با ما جدا خیلی یاردم کردم میگیم سلام علیکم تماشابینانی عزیز و گرامی قدر مخلصان و هواداران کانال رحیم پروداکشن همه شما را یک بار دیگر به همه شما میرسونیم که ما در خانه خاله چی نام داشتیم خاله جان عزیزی ما خاله زهرا جان که عمری با پربرکت 90 ساله را دیدن و در طول حیات عمری با برکت خود 4 شوهر با 4 شوهر زندگی کرده صاحب 32 نفر فرزندانی با آبرو با نام و ناموس دیها را تربیت کرده با وی رساندن و صاحب 263 نبیره و ایویره و کبیره است و الحال از ما درخواست کردن هیئت همین دیها کلونای دیها که ما درباره این مادر بزرگوار یک برنامه کنیم و این مادر باز میخواهد که در دم پیری تنها است باز یک شوهر دیگر کند و همین کم ترک درباره این مادر عزیز ما امروز یک برنامه خردکک پیشکشی شما میگردونیم خاله زهرا جان مادر عزیز از همون لحظه که ما با خونه شما حضور آوردیم شما رو مهمون نوازی شما رو دیدیم همین یک چیز رو تعجب به من افتاد که همین خواستم حس کنجکاوی ده میخوام از شما یک چیز رو پرسون شوم خاله جانی من همین خاله برای بینی شما برای چی در شما مونده است در این سن سال تا حال این رو از همین بینیتون نگرفتید همین در سبب در چی باشد بچم این خالی بینی ما تاریخ دروز داره نمیشه همو کامera را بکشی و اما دخلت گوزن نمیشه بچم خاله زهرا جان شما بپروا گپ زدن گیرید هر جایی که نولوزیم است ما میبریم کامera همش از این خودمون این کانال رحیم پروداکشن همین خوبیش کی رنگ دیگه کانالا جای بزه بشه نمیموند بریده همش منتج کرده اولی جانب کرده میمونیم که با شما معقول افتاد با شما رو میبریم جای نولوزیمش میبریم تمام خاله جان انا درباره همین خالتون یک چیز میگفتی خاله جان یک کم ترک معلومات این خالی بینی من ای رحمتی مصفید ای رحمتی مصفید خالی بینی شما از رحمتی مصفید کم ترک تاریخش رو نقل میکردید چه شما رو کی به شما توفیق کرد ای بچم من اگر این خالی بینی من تاریخ شگاه زنم این ویدیو و کامرای شما پر میشه برای هموخه مانو شکل مایلش خاله زهرا جان چی خیلی که شما میخواید کوتاه برای تماشابینان کانال رحیم پروداکشن کوتاه هم باشد نقل کنید ما روزی ای همین مصفیدم ای رحمتی مصفیدم نشانه ماندگی که وقتی من خدا نصیب باشه مردم چکمه گفتم که همین رو باید بگیره ولی نگیره یعنی که از این برمیاد که خاله که در بینی شما ایستاده است نشانه اون است که چه خیلی که ما مقصد جوانان امروزه توی میکنیم یعنی که زکس میکنیم و همین چالا ابوچال که با گفته میدوزیم در دست خود همین نشانه ابوچال که همون مسافد است نشانه تا مردن یعنی شما با قول وعده هم دیگه تا با گوره میستید آفرین خاله زهرا جان یک سوال دیگه هست که باید ما از شما پرسیم این نه تنها خواهش اهل گروه ما است اهل گروه کانال رحیم پروداکشن بلکه این سوال رو از ما خواهش کردن که از شما پرسیم همه مخلصان کانال رحیم پروداکشن خواسته است و این رو حتما فراتر خاله جان من جواب دید مخلصان ما از ما خواهش کردن که از خاله زهرا پرسید که پرسان شوید یعنی سوال دهید از همه روزی فراموش نشونده خاله زهرا جان در عمر پربرکت 90 سال در همین 90 سال عمر روزی فراموش نشونده اش رو نقل کنید
بچم همین شرطه ما بگم خاله جان ما اهل گروه کانال رحیم پروداکشن از خود شهر دوشنبه به خاطر شما با ناحیه فرخار با دهه بالشویک اومدیم که انمی خوش سوال آمدیم بچم خوش آمدیم اینجا شکر کنیم خاله جان ای سر انا اینجا ما ایم شهر دوشنبه برای چون که خودت اومدگیم انمی سوال باید از شما ما جوابش بگیریم مالی بر خاله جان ما انمی سوال جوابش بتین مودا مالی یک بودی خاله جان میریم اگر این بچه تیاری رفتیم خاله جان ما میخوایم انمی سوال رو از شما پاسخش رو بگیریم خاله جان پدر بچه بمرمه بگو میگی بچم خاله جان یک بالا کنی یک بار که کامرا ما پرش خاله خیلی مایل میگم بچم آخی روزی فراموش نشوندی ما روز نبود بچم روز نبود نه آخی بچم با چی بود روزی فراموش نشوندی ما شو بود بچم شو بود رحیم پروداکشن آی نه کارو شدم خونه برامدم از یه آدم میبینم میبیام مایلی دارم از نیستایم میبینمش میام کم طرف کار دارم امرو میبینم مایلا خوب زنگت میزنم این خاک هستم خوب مایلی های کو همه رو چپا میکنی آخی تو برای چی با تو برای چی بازی چپا میکنه رای جنگ میکنه بو خیر ره ویرون عید من ره ویرون نه ولی های کو ای بو کدومش بود خونه میبینی تو نه اول های کو میبینیم اینجا خیر برشتم هی بگو ولی های کو تفقه های کو بو رئیس جنگ نکنه آنم اینجا همینجا به آنم اینجا اوستا نزنی آن ماشینه نگاه ماشینه رئیسا بس کافکش کنن بی گوش که شاگرد پست بفراد یارا همه شاگرد بفراد بتشونا ماشینی نقص فایده رئیس ها ماشینی نقص فایده نکی هم بار بتشا باید بینم مسئله پروشان بین ای این هدیه گرفتگی من نگرفتم کو ما پیش خیلی نیستن به ما دویده راهم گیرم هرچی باشه مهمونه السلام علیکم دختری خاله السلام علیکم نغز خوبه رحمت این طرف کد مهمونه چی خیلی کی ماشین چی خیلی ماشین چی خیلی ماشین خدمت شرکم معقوله سن لباس خیلی اهمیت نته جوان مرد آدمی خاکسار همین استاد کن تر کار کنیسن یه آدمی کاریست پس من خاکسار جوان مرد یوردم کردیسن نحس شما استاد دارن یا استای شما؟ نه استاد دارم خودم صاحب انم دو دست کم ماشین خونه با چند جای دیگه در خونه زنگیر خونه شما همین جن؟ خونه خودم زنگیر یکم دختری شکون باشه رنگی خودت بریم میگم دو دستگاه بی صاحب نمونه شما زنگیره نه؟ یکم نمیری تلفن با این نزدیک برو رامش خوش رو جابجا کردم فروردم رئیس گفتم سوم البته گفتم در دست دختر ما ای دخترم بگیرین سوم شما استایه؟ هو کجا نه اینای پولا دادم داد سحری انمی خانه و دو دست کرده بیا مهمون شه دختری رئیس همی بود و چوکا همی بود